حضور علی دایی اسطوره فوتبال ایران و جهان در اردوی تیم ملی کاراته کشور. علی دایی این مرد با شرف و با غیرت ایرانی مدت هاست از دنیای فوتبال دور است و در دنیای بیزینس به سر میبرد و فعالیت های اقتصادی می کند. شهریار ورزش ایران به تازگی در فتوشات های برند جلیل عطر شروع پیدا کرده و به نظر میرسه قراره به زودی از اون رونمایی کنه و وارد بازار کنه. قبل از این افراد مطرحی همچون مهران مدیری، نوید محمدزاده و لیلا حاتمی عطرهایی با نام خود روانه بازار کردند و از آنها رونمایی کردند. با لایک کردن این ویدیو همراه ما باشید تا گذری کوتاه به حضور علی دایی در اردوی تیم ملی کاراته کشور نیز بزنیم. پوریا اقدسی در گفتگو با رسانه‌ای درباره شرایط تمرینات تیم ملی کاراته گفت جدیداً تمرینات را آغاز کردیم و همه چیز خوب و روی برنامه پیش رفته و با توجه به کادر فنی با کیفیتی که بالای سر تیم حضور دارند تمام بازیکنان از جمله خود من سرشار از انگیزه هستیم تا بتونیم در رقابت‌های آسیایی بهترین نتیجه رو کسب کنیم. کاراته‌کار 22 ساله ایران درباره حضور علی دایی در اردوی این تیم گفت حضور اسطوره‌ای مانند علی آقا برای ما بسیار روحیه بخش بود. وقتی کسی که الگوی ورزشی بسیاری از جوانان است در تمرینات حاضر می شود و تجربیات خود را با ما در میان می گذارد واقعا تأثیر بسزایی روی بچه ها دارد. این خودش نوعی حمایت است و به شخصه از حضور گرم و صمیمی علی آقا تشکر و قدردانی می کنم. ملی پوش جوان کشورمون در واکنش به این سوال که چقدر امیدواره تیم ایران بهتر از دوره‌های قبل نتیجه بگیره اظهار کرد کاراته آسیا به قهرمانی کمیته تیمی ایران عادت کرده، اما در بخش انفرادی باید نهایت تلاش خود را به کار ببریم تا نتایجی بهتر از دوره‌های قبل کسب کنیم و از اعتبار کاراته دفاع کنیم. همچنین اقدسی گفت بدون تعارف باید بجنگیم تا برخی کمبودهای قبلی رو جبران بکنیم، اما نباید تمرکز خود رو معطوف این مشکلات کنیم و باید نگاهمون رو به جلو باشد. سکوهای آسیا را برای ما کنار نگذاشتند، اما بهتر است آنقدر آماده باشیم که تمام حاضرین در سالن به شنیدن سرود مقدس کشورمون عادت کنند. ما استادانی چون شهرام هروی که یکی از بهترین مربیان دنیاست را در تیم خود داریم و با اتکا به توانایی فنی بازیکنان و تجربه استاد هروی برای فتح قاره کهن تلاش میکنیم. اقدسی گفت واقعا رسیدن به پیراهن تیم ملی کاراته کشور کار بسیار سختی است و اغراق نیست اگر بگویم حتی از حضور در میادین آسیایی نیز دشوارتر است و ورزشکار انقدر باید تلاش کند که برای رسیدن به این پیراهن مقدس انگار چند رقابت بین المللی را پشت سر گذاشته است. در ادامه با ما همراه باشید و در این ویدیو از 3 شخصیت ورزشی کشور نام برده شد: علی دایی، پوریا اقدسی و شهرام هروی. از بیوگرافی هر کدام این عزیزان که دوست دارید ویدیویی براتون تهیه کنیم در کامنت ها برامون بنویسید و با سابسکرایب کردن کانال اسپورتیو از ما حمایت میکنید و اگر زنگوله کناری رو فعال بکنید از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید. ویدیو جذاب بعدی رو که در مورد سردار آزمون بهترین گلزن تیم ملی فوتبال ایران هست رو از دست ندید. سردار آزمون تونسته یکی از رکوردهای جالب علی دایی رو بشکنه. در پناه حق شاد و پیروز باشید.